سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارم هستم که جور و صحتمند و بخیر و عافیت باشین. دوستان، من میخوام یک ویدیوی کوتاه و مختصر از آمادگی یک مهمانی بگیرم و با شما دوستا شریک بسازم. هدف دارم که قوما و دوستا را دور هم جمع بکنم، دعوتشان بکنم یک پلو با هم بخوره. از این جریان خرید و چیزایی که تالا خریدیم و تهیه کردیم ویدیو تهیه میکنم، با شما دوستان شریک میسازم. اگر خوشتان آمد سیل کنین تا آخر، یگان کامنت بزنید، یگان نظر اگر داشتین تا آخر با ما باشید. بریم تا آخر. ما همه این چیزایی که بار کردیم، برنج بود و مرغ بود، اینا رو امشب میبریم در حسینیه با همکاری دوستا از جمله اسد ابراهیمی، خدا خیرشان بده. اینا رو امشب آماده میکنیم و برای فردا که کار ما کم سبکتر باشه و بقیه کارهای دیگر فردا پیش میبریم. تا آخر با ما باشید و مهمان ما باشید. خب ما رسیدیم به حسینیه. سلام. قرار است که ما 70 کیلو برنج تهیه کنیم، حدوداً برای 400 نفر. دیگه یک نکته دیگر اضافه کنم که حسینیه خوبی هایی که داره جدا از خوبی های معنویشان و خیلی امکانات دیگه هم در اختیار ما قرار دارن، از قبیل قاشق، چنگال، ظرف و دیگه از این امکانات و از این فضا استفاده میکنیم. بعد بابت استفاده امکانات ما یک وجه پرداخت میکنیم. سلام دوستا، جور بخیر، صحتمند، عافیت. امی لحظه ساعت 7:30 صبح است. به ادامه کارهای دیروز که آمادگی برای مهمان ها میگرفتم، میخوایم ادامه کارهای دیروز را برای شما معرفی بکنم. حال بوتلای گاز را گرفتم، موادایی که برای سالاد کار است. دوستان، ما در پیش دروازه حسینیه هستم.
این حال مورم داخل. خب همین لحظه یک فرصت است میخوایم که در مورد همین مکانی که ما به نام حسینیه مینامیم براتون یک مقدار معلومات بدیم. این حسینیه یک صدقات جاریه است برای کسایی که مثل ما و امثال ما در کامیونیتی عضو هستند و از این مکان استفاده میکنن. سپاسگزار کسایی هستیم که قبل از ما همچین لطفی کردن و همچین کار نیک را انجام دادن که و این ثمرهشان ما فعلا ازش استفاده میکنیم. از امکانات، از فسیلیتی حسینیه ما استفاده میکنیم. این حسینیه دارای 2 سالن است و فضای نسبتاً بزرگ دارد. گنجایش بیش از 900 تا 800 نفر گنجایش داره. یک نکته دیگر هم میخوایم اضافه بکنم پیش از اینکه شما دوستا سوال بکنید. ما محفل تولد داریم، تولد دخترکم است. چون محفل ما محفل خوشی است، بدون ساز و صحبت نمیشه و ساز و صحبت با قداست حسینیه سازگار نیست. روی این حساب ما یک مکان دیگر رو بکنم به نام لایبرری هست. بعد از اونجا هم ویدیو خود تهیه کنم با شما دوستان شریک میسازم. فعلا بریم ادامه کارهای آمادگی برای مهمانا را. ادامه کارهایی که دیروز با اسد ابراهیمی انجام دادیم براتون نشان بدیم. در اینجا برنج تر کردیم 70 کیلو و این قسمت هم مرغ آماده کنیم و یک مقدار دیگر باید امروز آماده کنیم. یعنی آماده کنیم یعنی که پایای مرغ رو پوستش کندیم. هر کسی میتونه از این امکانات اجاق گاز، ظرف، دیگ وسایل استفاده بکنه. بابت استفاده اینا کسایی که عضو هستن میتونه استفاده کنه و یک کرایه هم باید پرداخت کنه. خب یم تا اینجای داستان منتظر میمانیم که اسد ابراهیمی بیایه طبق دستور از او ادامه ماجرا رو پیش بریم. آقای ابراهیمی خسته نباشید. دمت گرم جوان، خدا خیرت بده. خودت چی مرحله رسیده بخیر؟ دیگه از مرغ فکر قطعانش آماده هستم. خب یعنی آماده دیگه در دل بچینه دیگه این لعاب مرغه؟ آره مرغا را دیگه آماده سرخ کردی؟ دم داده نیست. چی یک روغن داغش کردی؟ خب این چیه؟ این برای چاشت میزنیم چورک؟ کرایی که نمیشه. شنواره کرایی ها؟ چی رقم ما گفتی؟ شنواره کرایی. آقا ما این خسته نباشیم. خدا خیرت بده جوان، دمکاری میکنیم. لطف کنیم.
خب یازی شد در نیز دیگه آره از کیه بیسود است سلام دوستا، خسته نباشین. ما کمی خسته شدیم، البته کار آغاز کردن، زحمت کشیدن. من میرم خانه به سرباز خود رسیدگی کنم، بعدش میرم طرف لایبرری 4 باید تحویل بگیریم کلید ملی اینا را، بعد آمادگی بگیریم برای تنظیمات چوکی و میز دیگه. تا بعد ما آماده شدم، میرم طرف لایبرری، جایی که دوستا و عزیزان را ما دعوت کردیم، میخوایم بریم در پذیراییشان و خیلی از دوستای دیگه هم اونجا خواهد بود. تا آمدن دوستا را میخوایم آمادگی بگیریم و همین لحظه جا داره که از دوست عزیز مسعد ابراهیمی و دوستایی که آمدن کمک کردن و خانمایی که لطف کردن آمدن در قسمت تهیه غذا و تهیه سالاد همکاری کردن، خیلی خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که در خوشیشان جبران بکنم. پس من میرم طرف لایبرری در پذیرایی مهمانان و قومای عزیز. تا بعد. خیلی خوشم.
قبول نمی‌شیم 11 بجه. نه دیگه شما برنامه. را بچه بیابین هست که تیزانی زود دیگه زود. اینجا مردم از خود سخت برنامه دارن. عزیز. او باشه باز بچه. نه صبر. نه دو تا 14 تا 40 خلاص 14 مارسل بخی هم یک کلاسیاج تو چه شبال بودا با کلاس کرد امین گفته امین یا 6 نفر آنجا او برای خوردن است آبی را در دیر کنین دیگه نه 50 دیگه 50 دیگه نام بر غلام میل بالا بر بوق شهر انداز بود بینا نمیشه بیتیو بچه امین را بچه را بیتی یک نفر چی شد بیا بچه بی چای پرتیم سلام دوباره، امیدوار هستم که جور صحتمند باشید. ای بود یک مهمان و دوستا را قوما را دعوت کرده بودم، زحمتشان داده بودم، لحظه در خدمتشان بودیم. امیدوار هستم که برایشان خوش گذشته باشه و تشکر از شما که تا این لحظه بیننده ای ویدیو بودین و همچنین یک تشکر از تک تک دوستای و قومایی که واقعا زحمت کشیدن، یاری رساندن. خیلی تشکر. تا ویدیوی دیگه، تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.